یک کوچه بود، دو خانه بود رو برو. یک زن و شویسو بود، یک زن و شویسو قرا هر دوی از این بچه دار شد و هم یک بچه خیلی با تربیه و هم خانهش فامیلش خیلی تربیه میداد و ادب میکرد. اولاد خود کدام روز بچهش آمد در خانه ای را گفته بود دایم که بچیم در حلال و حرام فکرت باشه. این بچهش آمد یک دانه سیب در دستش بود، گفت مادر جان مرا گفتی در حلال و حرام فکرت باشه، مگم این یک دانه سیب مرا یکی داده، این حلال است یا حرام؟ گفت بچه مو کسی که سیب دادت مرد بود یا زن، سوار بود یا پیاده، آدم چاق بود یا لاغر، آدم نو جدید بود یا کونه، پیر بود یا جوان، سوار بود یا پیاده، تنها بود یا کتی کس رفتار میکنه. خواهی بچگه گفت که نه مادر جان، و آدم سوار بود که یک چند نفر بود، آدم نو جدید بود. گفت زمین سیل میکرد یا آسمان؟ نه. گفت سونی آسمان سیل میکرد. در قصه ما هیچ نبودند. آخر گفت مرا که دیدن گفتی آدم بیخی کبری و مغرور و اینطورا بود، فکر میکنم مال خودش هم نبود. مرا که دیدن یک سیب سینما منداخت که بگی که تو تا آخر عمر خودم سیب ببینی یا نه. ایره ما گرفتم اینو آوردم پیش خودت. گفت بچه میوستم امی بودم، امو سیبش در رویش میزد.